درود و سلام هموطنان عزیزم. امیدوار هستم که در هر گوشه و کنار دنیا باشین، لباس یافیت در تن داشته باشین، از گزند و خزند افغان و تبعیضگرا و دشمنان فارسی در امان باشین. عزیزای دل، یک چیز براتون بگم که پیام من است که برای کسایی که از رژیم تجاوزگری که بر ایران حمله کرده، ما هیچ تجاوزی که هر کسی بر کشور حمله کنه او را تجاوز میگم. امیدوار هستم که شما افغانایی که با زبان فارسی و به تمدن فارسی دشمنی دارن، امروز ناگفته نبودن قدرت فارسی زبان ها را دیدین در جهان. چندین تا کشور بر روی رژیم ایران و کشور ایران که ما طرفدار رژیم ایران نیستیم، طرفدار زبان فارسی و تمدن فارسی هستیم، حمله میکنن. اما ای کاش که قدرت فارسی را، علم فارسی را، دانش فارسی زبان ها را دیدن که امروز ملا آخوند یا نه ملا و آخوند ایران امروز به یک نتیجه رسیدن که جهان در حیرت آوردن توسط هایپرسونیک، موشکای هایپرسونیک، موشکای اون چیز مافوق صوتش، موشک سنجل، از این چیزا. اگر قدرت خراسان ما یا افغانستان فاشیستی امروز کاش که در دست فارسی زبانان می بود، در دست ازبک می بود، در دست هر قومی می بود، مطمئن باشین که ما اگر از ایران برتر نمی بودیم، از ایران حداقل کمتر بودیم، حداقل 50% ایران پیشرفت میکنیم. اما لعنت بر دشمنان و خائنانی که بر خود در کشور ما جای دادن، تبار یا نجاتی به نام افغان دار ندار تمدن فارسی را از بین بردن، خودشان هم خراب کردن، هویت شتری خود پرورش دادن، هویت تاجیک و تمدن خراسان و فارسی زبانان را از بین بردن. ما به این نتیجه رسیدم که ای کاش که قدرت در دست فارسی زبانای خراسان و افغانستان فاشیستی امروز می بود. قدرت ایران برای ما یک انگیزه داده که کاش که ما فارسی زبانا از قدیم 2000 چند صد سال پیش از دوران عیسی مسیح قدرت داشتیم، به نام کوروش کبیر بود. اما امروز هم نسل کوروش کبیر ثابت کرد که زنده است. اینمی آخوندایی که امروز هستن، شما آخوند میگم، من طرفدار آخوندم که نیستم. اما من پیام دیگری که یک پیام کوچک دارم بر کسایی که ایرانیایی که خارج از کشور هستن، زیر ساختای کشورتون خراب میشه، بر نابودی این رژیم شما مرگ میگن، از رژیم اسرائیل طرفداری میکنین. ناگفته نبونه که آخوند اگر گم شوه کشورتون آباد نمیشه، زیر ساختای کشورتون، زیر بنای کشورتون، تمام دار ندار کشورتون از بین رفته، خراب شده است. به یک کسی به نام رضای پهلوی اگر او در قدرت هم بیاید، مطمئن باشم که یک آدم چاپلوس، یک آدم نوکر، یک دست نشانده می باشه در قدرت، با او پشت نمیره. او بسیار یک خائن وطن فروش است. اما زن مرد ایران بش درود بر غرور و بر سرور و بر فارسی زبان بودنتان، بر تاجیک بودنتان که موشکای اسرائیل میاد در هر جای نکات تهران میخره، شما در میدان شعار مرگ بر اسرائیل میتین. اینجا شرف و غیرت تاجیک بودنتان و فارسی بودنتان معلوم کردین. زنده باد ملت سربلندی فارس در هر گوشه و کنار جهان هستن، در ایران، در خراسان افغانستان امروزی یا پشمستان امروزی، در مناطق قفقاز، در مناطق تاشقرغان چین، تاجیک فارس سربلند و سربلند میماند. شاید هم امریکا و اسرائیل هم به این نتیجه برسه که قدرت فارسی زبانا یک قدرت قابل مقایسه نیست با اون چیزی که فکر میکردن. اونا فکر میکنن که با F-35 یا F-16 و B-2 و B-1 ایران نابود میکنن. اگر شما ایران هم نابود کنین، ملت فارس را، نام نشان فارس و تاجیک را نابود کنه میتونه. زنده و سلامت باشن به امید پیروزی و سربلندی ملت ها. و امیدوار هستم که در اسرائیل هم انسان ها کشته نشده باشه. من طرفدار دین و مذهب نیستم، من طرفدار انسانیت هستم، طرفدار آبادی و آزادی هستم. من در زیر ساختایی که زیر بنای اسرائیل هم خراب شده باشه طرفدارش نیستم، و زیر بنای و ساختار زیر ساختای ایران هم من به هیچ کشور برخرابی و بربادی او کشور نیستم. همه فاشیستا و کسایی که قدرت طلب هستن به فکر ملت های دیگر نابود کردن هستن. خداوند اونا را خار ذلیل باشه. افغانایی هم که طرفداری از رژیم اسرائیل میکنه، ان شاء الله که رسوا و روسیا و خار ذلیل میشه. اون چند تا ایتان هم دستگیر کردن، با عنوان جاسوس اعدام کردن. ان شاء الله که فاشیست نابود شود، تجاوزگر نابود شود. زنده و سلامت باشیم به امید همبستگی ملت ها و فارسی زبان ها.